درود دوستان، از خیلی خوش اومد به این ویدیو. تو این ویدیو بچه قرار بریم بدوارز پلی بدیم همراه یه دونه ریسورس پک خیلی خفن. چه کسایی که این ویدیو رو از آپارات میبینن، بچه من چند وقتی نبودم و کلا بدوارز رو گذاشته بودم کنار و کلا بچه دیگه بدوارزم بازی میکنم گفتم ویدیو نذارم، چون بچه دیگه اصلا ویدیوام ویو نمیخورد. مثلا آخرین ویدیوم کلا 100 خورده ویو خورد، اونم بعد 2-3 ماه. اون گرفته بودم دیگه ویدیو نذارم، ولی خب دوباره شروع کردم به ویدیو گذاشتن، چون بچه‌ها بدوارز پلی دادم و گفتم ویدیو هم بذارم. و بچه‌هایی که از یوتیوب این ویدیو رو میبینن، شما مثل آپارات نشید و منو دنبال کنید و ویو بچه نریزه لطفا. و بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو خیلی خفنی که میخوام بچه بهتون معرفی کنم. پک دوکه دیویره که بچه واقعا خیلی خفن. حالا میریم بچه تو بازی کامل میبینیدش که چقدر خفن. و راستی بچه میتونید این پک از کانال روبیکام دانلود کنید و تلگرام. دیسکوردم بچه به زودی ردیف میکنم، دارم کاراشو انجام میدم. و اگه تلگرام ندارید در روبیکا دانلود کنید، روبیکا ندارید در تلگرام، که لینک هر دوتا تو دیسکریپشن. این چه دفیه ناموس بچه، سعی کنید مثل اینجوری دف ندید، چون ممکنه 10-20 فوش بخورید. وای بچه وای، بالاخره بچه پیش میاد. بچه من اومدم بپرم پایین، یعنی نه نپرم پایین، خواستم بپرم برم اون بر و برم بدیشو بزنم، ولی متاسفانه افتادم پایین. داداش این کارات هیچ فایده ای نداره وقتی پشتت بلک میذاری. خودتون بزنیم. خب آقا جیجی اینم زدیم. خب اوکی، الان بچه نیاز داریم ما یه دونه گلد ربل بخریم، یه دونه آرمور که داریم، یه دونه هم پیککس و یه دونه هم شیرز. بچه میخوام برم از سایت خودم راش بدم به دایمندا و کلا این برو بیل کنم، چون از سایت این راش بدیم بچه هر بار که مثلا یکی ما رو بکشه از 300 بیایم سایت این بغلی تا بتونیم بریم راش بدیم به دایمندا. برای همین از سایت خودمون راش بدیم خیلی بهتر. اوکی بچه، اوکی بچه ها ویدیو رو حتما لایک کنید و یه کاری کنید ویو ها بره بالا، که بچه من نمیدونم دیگه. و بچه ها ویو ها بره بالاتر، من هم تو آپارات بچه این چند تا ویدیو رو میذارم ببینم ویو ها میره بالا یا نه. اگه نرفت بچه ها نرفت دیگه، اگه رفت بیشتر ویدیو میذارم. بچه بلو بت داره، بریم بده بلو رو بزنیم که تو بیسش هم فکر کنم نیست. داداش تو الان دقیقا از کجا اومد؟ خب یه دونه پرات میخریم و با اینا یه دونه کلا بچه اینو میخریم، یه دونه این، یه دونه این. بچه فقط الان باید خیلی سریع بریم بیسمون، یعنی بدمون.
و برم دایموند جمع کنم ببینم این وایت بچه کجا رفته. وای یکی از بولا افتاد پایین، ولی خب میتونیم فکر کنم بول جمع کنیم. اوکی الان با این دوتا امیرالد میتونیم بفهمیم که وایت کجا رفته. خب این بر اصلا پوشنا رو همینجوری میخورم. چه داره از من چه دور میشه. اما بچه های نشش اوکی بچه اولین متمون رو وین شدیم به همین راحت. بریم سراغ مت دوم. لیتس گو. اوکی بچه من میخواستم کلا یه دونه پک معرفی کنم، ولی خب بچه دیدم تایم ویدیو خیلی کمه، میخوام 2-3 تا پک معرفی کنم. کلا بچه یه دونه این پک دویر است، یه دونه پک دیگه هم که بچه واقعا به نظر من پک خیلی گادیه، پک دسیه 4Kشه بچه ها. این پک ها رو حتما بچه عضو کانال روبیکا تلگرام بشید، میتونید از این دوتا ردیف کنید این پک ها رو. و دیسکورد هم بچه همونطور که تو بچه قبل فهمیدید توضیح دادم میخوام به زودی اوکیش کنم. فقط یه کوچولو داستان داره که بچه ها من از اینا رو سر در نمیارم خیلی، ولی این داستان رو تموشه اوکیش میکنم و شما میتونید از اونجا خیلی راحت دانلود کنید. و بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. که بچه اینم یکی از تایماشه که روز فکر کنم. بچه این یکی از تایمای روزشه که خدا وکیلی بچه اسکای خیلی خفنه. بچه تایم روز نیست ولی خب اوکی دیگه بچه ها پک. که بچه این بیلیجر رو من کامل کنم که بعدم به داستان نخورد. دایمنداش هم بچه بنفشه و خیلی کیوته و بچه دسی دختره. و بچه دایمندار به نظرم بریم بهت سیف بدیم و به دو ابسیدیانی کنیم بچه. ابسیدیان بگیریم و شیرز هم بگیریم بچه. که بچه اینه که دایمندان برداریم و یه دونه سورد و یه دونه آرمور، 2 تا فایروال دیگه بچه هیچی نمیخوام دیگه فکر کنم. چیزا لازم بچه گرفتیم دیگه. که بچه باید بریم بده بلو رو بزنیم چون بچه میخواد قطعا دایمندی کنه. چی میگم بچه دایمندی بخشید ابسیدیانی کنه. بچه تو اون لحظه موخ من قاطی کرد و نتونستم یه دونه
برم بزنم در گوشش. بچه من و بلو گره مونده. گره که بچه مطمئنم داره استک میکنه. بلو هم که بچه همین الان باش خاک داشت رفتیم خودش و بچه بیدی بلو رو زد گره. بنازم داداشم گره. بچه الان فاینال هم کرد بچه بلو رو. کار ما ساخته است. که بچه قطعا الان دیده من بدهشو زدم اونم میره بدمو بزنه. و بچه من ویدم کنم میترسم چون احتمال مردنمون بچه 90%. بچه باید همینجا بریم بدمون. نمیدونم اگه بچه وید و اینا کنیم یهو بچه بیاد بدمونو بزنه بعد. که بچه بده من این نزدیکی هاست اون آشش بچه بده. بچه بیدم زده و آره بچه اونا بچه یادم نبود بده من obsidian و به خاطر همین بچه خیلی طول میکشه تا بده منو بده. وای بچه 8 تا دایمندم الان دادم دستش. قشنگ بچه خریداشو میکنه و منم بچه هیچی ندارم. فکر کنم یه دونه پرات دارم فقط. آی بچه کیل فارم شدیم. اوکی بچه من خیلی واقعا فشاری شدم چون یارو شارپنس و همه چی داشت و 7-8 تا آیرن گالم گذاشت و بچه من داشت کیل فارم میکرد ولی کیل فارمش به 10 تا نرسید. بچه من لفت دادم و خب دیگه بچه نتونستم ادامه بدم چون داشتم فشاری میشدم چون یارو انقدر دلغک بود. ویدیو نگاه کردید و تا یه ویدیو دیگه لایک و ساب فراموش نشه.